سلام، وقتتون بخیر. یکی از سوالات مهمی که مکررن پرسیده میشه در مورد حقوق اپراتور دستگاه برش لیزر هست. اینکه اپراتور دستگاه برش لیزر کی هست، چه کار میکنه، چه وظایفی داره، اون یه بحث مفصلیه که ما توی سایت یه مقاله در موردش داریم و میتونید برید ببینید و بخونید. ولی در مورد خود حقوق اپراتور دستگاه لیزر در سال 1403 که ما الان درش هستیم، حقوق حداقل حقوق اداره کار الان حدود 9,500,000 هست حدوداً. ولی خب این حقوق برای یک حقوق مجرد، یک کارگر مجرد و ساده. طبیعتاً اپراتور دستگاه لیزر به خاطر تخصصی که داره و یه سری مزایایی که دستگاه براش داره باید حقوق بالاتری بگیره. حالا این حقوق بالاتر دیگه بستگی داره به حجم کارتون، اینکه کجا هستی، چقدر مشتری دارید، ولی دیگه حداقل باید بین 2 تا 5 تومن این بالاتر باشه. موضوع بعدی در مورد ایاب و ذهاب هست. تو شهرهای بزرگ مثل تهران اهمیت داره اینکه هزینه ایاب و ذهاب پرسنل زیاد هست. یک کمک هزینه تحت عنوان ایاب و ذهاب معمولا پرداخته میشه. در مورد بیمه هم باز به همین صورت شما باید بیمه بشید و اگر بیمه نمیشید باید کارفرما هزینه بیمه رو بهتون پرداخت بکنه. حالا این هزینه بیمه الان یه چیزی هولوش 2,200,000 هست. حقوقایی که بهتون گفتم بابت 44 ساعت کار در هفته هست. اگر که کارتون بیشتر از 44 ساعت هست، ساعت 30 تا 50 تومن هم 30 تا 50,000 تومن هم باید اضافه کاری بگیرید. بنابراین بخوام جمع‌بندی بکنیم، اپراتور دستگاه لیزر مجرب بدون فرزند حدود 9.5 حقوق پایش 2 تا 5 تومن یا 1% از فروش یا 1% از مشتریان هم بعد به حقوق 9,400 اضافه بشه. پیشنهاد ما یه چیز حدود 2 تا 5 تومن هست. هزینه ایاب و ذهاب توی شهرهای بزرگ داریم. بیمه هم اگر نمیشن حدود 2,200,000 هزینه بیمه هست و اگر بیش از 44 ساعت کار در هفته هم کار میکنید ساعت 30 تا 50,000 تومان هم هزینه اضافه کاری هست. اگر که در مورد دستگاه برش لیزر هم اطلاعاتی لازم داشتید میتونید برید به داخل سایت mobin.xyz. اونجا مقالات، اطلاعات کامل، فیلم و عکس زیادی داریم.